صدای انجیل تقدیم می کند زندگی حضرت ایوب، اقتباس از 18مین بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیز، درود مجدد ما را پذیرا باشید. امیدوارم که محبت و آرامی خدا سراسر وجودتون رو فرا گرفته و در رحمت او که هر روز تازه‌تر از دیروز است زندگی خود را به سر بیاورید. رحمتی که همه ما نیازمند آن هستیم، مخصوصا ما که طالب اراده خداوند هستیم و می‌خواهیم از او پیروی کنیم. چون دنیا روز به روز بیشتر در فساد و گناه غرق میشه و شیطان نیز هر روز با قدرت بیشتر و حیله‌ها و طریق‌های مختلف سعی میکنه که ما را از خدا دور کنه و در سر راه ما بلا بیاوره، چیزهای زیادی میگذاره تا ما را از خدا دور کند. ناامیدی و یأس جزئی از این وسایل اهریمنیه. این وسیله اهریمنی یعنی ناامیدی و یأس خیلی از انسانها را به خود اسیر کرده و چه بسا ایمانداران زیادی را نیز به وسیله ناامیدی و یأسی که در زندگیشون نهاده از خداوند برگردانده. زیرا وقتی که ناامیدی و یأس در زندگی پیش بیاد، غالباً سبب شک و تردید در ایمان شخص میشه و در نتیجه وقتی که شک و تردید در ایمان شخص به وجود بیاد، راه پیشرفت در امور معنویت بسته می شود. و شگفتا با آنکه می‌دانیم ناامیدی و یأس وسیله است اهریمنی برای نابودی ایمانمون و برای نابودی مشارکتمون با خدا به کار برده می شود، محضا باز خیلی راحت تسلیم آن می شویم، در حالی که باید از آن گریزان باشیم. کلام خداوند می گوید ما نبایستی اجازه بدهیم که ناامیدی و نگرانی و یأس بر ما غلبه کنند. نباید برده آنان باشیم و نباید اجازه بدهیم که زندگیمان از این وسایل اهریمنی مملو باشد. دعای ما این است که هرگز اجازه ندهید که امروز گرفتار این وسیله یا هر طریق دیگری که اهریمن برای ضعف و شک و تردید در ایمانتون به کار میبره بشید، بلکه از خداوند بخواهید که شما را با قدرت آسمانیش یعنی با روح القدس پر ساخته تا از تیرهای اهریمن در امان باشید. ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به 18مین قسمت یعنی کتاب حضرت ایوب بگشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و از زندگی این را مرد خدا درس‌های مهمی رو یاد بگیریم. درس‌هایی که ما را به خالق خودمون نزدیکتر میکنه و او را بهتر به ما میشناساند. در برنامه‌های گذشته 5 فصل اول را با یکدیگر مطالعه کردیم و حالا توجه خود را به فصل 6 و 7 مبذول می‌داریم. در حالی که مشغول باز کردن کلام خدا به کتاب ایوب هستید، از فرصت استفاده می‌کنم و از همه شنوندگان عزیزی که از سراسر کشور و از افغانستان و تاجیکستان برامون نامه می‌نویسند صمیمانه تشکر کرده و خدمت شما یاران عزیز و عاشقان خدا عرض کنم که نامهاتون برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و همونطور که قبلا هم عرض کردیم ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی نیز خواهیم داد. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. کتاب مقدس ایوب را مرد خدا، مردی که پاک و راست و عادل بود و در نظر خدا کامل بود و اینکه از گناه همیشه اجتناب میکرد به ما معرفی میکند. مردی که به راستی میتواند نمونه و سرمشق برای همه ما انسانها باشد، مخصوصا در صبر داشتن که در جهان نظیر او هنوز پیدا نشده است. اما دوستان عزیز، ایوب این صفت بسیار شایسته را به آسانی به دست نیاورد. شیطان با آزار دادن ایوب و با وارد کردن بلاهای مختلف به سر او و نابود کردن ثروت و دارایی‌اش و کشتن فرزندانش او را آنچنان مورد آماج حمله خود قرار میده که به راستی فوق طاقت هر انسان میباشه. شیطان این حملات را میکنه چرا؟ به این امید که در ایمان ایوب یأس و ناامیدی تولید کرده و در نتیجه او را به خدا مشکوک ساخته و از خدا روی برگرداند. اما ایوب در تمام این حملاتی که شیطان به او میکند امین و وفادار میمونه. در برابر تمام حملات اهریمنی میگوید خدا داد و خدا گرفت و نام خدا متبارک باد. یعنی هر چه داشتم خدا به من داد
و حالا او آن را از من گرفته. پس شیطان خودش ایوب را به بدبختترین و بدترین نوع مرضها مبتلا میکنه، به طوری که از فرق سر تا نوک پا تمام بدن ایوب دملهای چرکین در میان و آنقدر چرک از بدن ایوب خارج میشه که او مجبور میشه با سفالهای شکسته بدن خود را از چرکها پاک سازد. ایوب آنقدر وضع رغبتباری پیدا میکنه که حتی دوستانش او را دیگر نمیشناسند. او در خاکستر نشسته و به حال خود تأسف میخورد. 3 دوست عزیزی که داشت میان تا ایوب را به خاطر از دست دادن مال و فرزندانش تسلیت بگن و او را آرامی ببخشند. ولی وقتی که حالت خود ایوب را میبینند، به حال ایوب آنقدر تأسف میخورند که خاک بر سر خود ریخته و مدت 1 هفته تمام پیش ایوب میشینند و جرأت بیان کلامی ندارند. نمیدونستند چه بگن. سرانجام یکی از آنان، یعنی الیفاز، اول شروع به صحبت کردن میکنه و پس از آوردن دلیل و برهان بسیار منطقی به ایوب میگه که علت این همه بدبختی هایی که نصیب تو شده است اینه که خدا در تو عیبی دیده و یا تو مرتکب گناهی شدی و این نصیبت شده. ولی خدا که خدای عادله و این خدای عادل هرگز اجازه نخواهد داد که بنده عادلش این چنین بدبختی و بلا رو ببینه و به این بلاها مبتلا بشه. الیفاز فردی فاضل و در حقیقت فلسفه زندگی که خیلی از ماها با آن بزرگ شده این رو پیروی می‌کرد. یعنی اگر شخصی گرفتاری براش پیش بیاد بایستی علتی داشته باشه و اگر بلا به اصطلاح از آسمان باشه میگوییم که خدا او را به خاطر عملی بدی که مرتکب کرده است و چه بسا بر ما آشکار نیست او را به این روزگار درآورده و تنبیه کرده است. و یا سرنوشت این شخص اینطور بود چون که از خدا اطاعت نکرد. ولی دوستان، در مورد ایوب ما نمیتوانیم این گفته و یا دلیل را بپذیریم، زیرا ایوب گناهی نکرده بود که گرفتار این بلاها بشه. در فصل اول و دوم علت این که ایوب گرفتار این بلاها میشه بر ما آشکاره، ولی بر ایوب و دوستانش مخفی بود و ایوب خودش میدانست که مرتکب گناهی نشده که سزاوار این همه عقوبت باشه. برای همینه وقتی که دلیل و حجت دوست خودش الیفاز رو میشنوه که او را داره متهم به گناه میکنه بسیار افسرده میشه. او همه دردها را تحمل کرده بود، اما درد تهمت ناروا، آنم از دوستش، آنم در زمانی که در حال مرگ بود، بسیار براش بغرنج بود. حالا در فصل 6 و 7 پاسخ ایوب به الیفاز برای ما بازگو شده. به 4 آیه اول توجه کنید. میگوید و ایوب جواب داده گفت کاش که غصه من سنجیده شود و مشقت مرا در میزان با آن بگذرانند، زیرا که الان از ریگ دریا سنگین تر است، از این سبب که سخنان من بیهوده می باشند، زیرا تیرهای قادر مطلق در اندرون من است و روح من زهر آنها را می آشامد و ترسهای خدا بر من صف آرایی می کند. دوستان عزیز، ببینید که ایوب چه میگه. میگوید کاش که قصه من سنجیده شود و مشقت مرا در میزان با آن بگذراند، زیرا که الان از ریگ دریا سنگین تر است، از این سبب سخنان من بیهوده می باشد، زیرا تیرهای قادر مطلق در اندرون من است، در قلب من است و روح من زهر آنها را می آشامد و ترسهای خدا بر من صف آرایی می کند. در این آیات متوجه می‌شویم که چگونه شیطان در حال به کار بردن روح ناامیدی و یأس در ایمان ایوب است. او می‌خواهد به اصطلاح پوزه ایوب را به خاک بزند و ایوب را آنقدر حقیر و تحقیر کنه که خدا را منکر بشه. در آیه اول ایوب میگه دوست من دست رو دلم نگذار، چون آنقدر دردم شدیده، آنقدر غم بزرگی دارم که حتی نمیتوانم آن را بیان کنم. ای کاش که میدونستی که من چه دردی رو دارم. من نمیتونم این بلایی که به سرم آمده است برات شرح بدم. پس میگه من از درد و بدبختی دارم میمیرم و حرفای تو ای دوست من الیفاز آرامی بخش روح من نیست. ببینید دوستان ایوب چه میگه؟ میگوید تیرهای قادر مطلق در اندرون من است، یعنی خدا مرا تنبیه کرده، در حالی که اینطور نبود. با این حال میگه ترسهای خدا بر من صف آرایی میکند، یعنی احترام به خدا را از دست ندادم، هنوز خدا پرست هستم، هنوز روح و روان و ایمان من از خدا دور نیست، هرچند گرفتار این همه بلاها شدم. راستی دوست من، وقتی من و شما گرفتار بلا و جفا و سختی میشیم چه فکری رو درباره خدا میکنیم؟ آیا هنوز او را دوست داریم و میپرستیم و احترام او را به جا میآوریم؟
خدا کند که اینطور باشد. این کاری بود که ایوب میکرد. در ادامه گفتار ایوب از آیه 5 اینطور میخوانیم. میگوید آیا گورخر با داشتن علف عرعر میکند و یا گاو بر آذوقه خود بانگ میزند؟ آیا چیز بیمزه بی نمک خورده می شود و یا در سفیده تخم طعم می باشه؟ جان من از لمس نمودن آنها کراهت دارد. آنها برای من مثل خوراک زشت است. کاش که مسئلت من برآورده شود و خدا آرزوی مرا به من بدهد. ببینید چی میگه؟ میگه کاش که مسئلت من، آرزوی من برآورده شود و خدا آرزوی مرا یعنی مرگ را به من بدهد و خدا راضی شود که مرا خورد کند و دست خود را بلند کرده مرا منقطع سازد. آنگاه مهازا مرا تسلی میشد و در عذاب علیم شادی میکردم، چون که کلمات حضرت قدوس را انکار ننمودم. در این آیات ایوب از خداوند آرزوی مرگ را میکنه، چون هیچ امید و هیچ دلیلی در اختیار نداشت تا به زندگیش ادامه بدهد. میگوید کاش که خدا مرا نابود میکرد تا از درد و رنجی که در آن هستم راحت بشم، آن هم موقعی که هنوز به خدا ایمان دارم. کاش خدا یه دفعه مرا بکشه تا از این دردها راحت بشم، از این فکرهای نگران کننده آزاد بشم. شاید شما سوال کنید که چرا ایوب خودشون نمیکشه تا از شر این بدبختی راحت بشه؟ جواب خیلی روشنه. او حیات را از آن خدا میدانست، زندگی را از آن خدا میدانست که به عنوان وعده یا امانت به او سپرده شده است. او ایمان داشت که خدا به او حیات داده و این خداست که باید آن را از او بگیرد. صاحب اختیار خداست. زندگی را خدا بخشیده و خدا باید بگیرد. باز در آیه 10 به دوستانش یادآور می‌شود که او از کلمات خدا جدا نشده و یا از خدا اطاعت محض نموده. آیاتی که براتون خوندم نشون میده که چقدر زندگی برای ایوب بی معنی و بی مزه و ناامید کننده بود. دوستان، این آیات درد دل شخص ناامید است. درد دل بسیاری که امروز نیز آماج حملات اهریمنی قرار شده و شیطان با وجود آوردن یأس و ناامیدی در شخص آنان را به سوی بیهودگی سوق داده است میباشد. سپس از آیه 11 ایوب اینطور میگوید: من چه قوت دارم که انتظار بکشم و یا هیچ نیرویی ندارم که منتظر مرگ بنشینم. عاقبت من چیست که صبر نمایم؟ آیا قوت من قوت سنگ هاست؟ مگر نه اینکه اعانتی ندارم؟ یعنی من هیچ کسو ندارم که به دادم برسه. و بعد میگه حق شکست دل از دوستش ترحمه. حق شکست دل از دوستش ترحمه، اگرچه هم ترس قادر مطلق را ترک نماید. ایوب میگه که ای دوست من، شما دوستان خوب من، شما باید به من ترحم کنید، نه اینکه بر زخم‌هایم نمک بپاشید. حتی اگر هم شخصی که به او بی‌انصافی شده باشه، دوستانیشه که بیان باعث او را دلداری بدن، اگرچه ممکن این شخص حتی ترس خدا را در خودش نداشته باشه. یعنی الیفاز، تو بی جهت مرا داری متهم به گناه میکنی، من ترس خدا را در دل خود دارم. و بعد میگه حتی اگر دلیلی دارید بگویید، به من گوش بدهید که چرا شما مرا به گناه متهم میکنید. اگر گناهی کردم اون رو بر من آشکار کنید. مرا متهم به گناه بر علیه خدا نکنید، چون این کار رو نکردم. و میگه من که دلم شکسته، شما که دوست من هستید، من انتظار دارم شما مرا تسلی بدهید. حق شکست دل از دوستش ترحم است. به طوری که دنباله گفتارش میگه که مرا تعلیم دهید و من خاموش خواهم شد. یا به من توجه کنید، به من بگید که چه گناهی کردم، و وقت دهنمو میبندم، اعتراض نمی کنم، ناراحت نمیشم. مرا تعلیم دهید و من خاموش خواهم شد و مرا بفهمانید که در چه چیز خطا کردم. سخنان راستی زور آور است، اما تنبیه شما چه نتیجه میبخشد؟ به من توجه نمایید و روبروی شما دروغ نخواهم گفت. برگردید و بی‌انصاف نباشید و باز برگردید، زیرا عدالت من قایم است. و آیا کام من چیزهای فاسد را تمیز نمی‌دهد؟ آیا برای انسان بر زمین مجاهده‌ای نیست و روزهای وی مثل روزهای مزدور نی؟ مثل غلام که برای سایه اشتیاق دارد و مزدوری که منتظر مزد خویش است، همچنین ماه‌های بطالت نصیب من شده است و شب‌های مشقت برای من معین گشته. چون میخوابم میگویم که کی برخیزم و شب بگذرد و تا سپیده صبح از پلو به پلو گردیدن خسته میشوم. ایوب در خود هیچ امیدی نمیدید. دوستانش هم به او تسلی نمیدادند. میفرماید برای همه انسانها
یک امیدی هست، یک رویایی هست، اما من تنها و تنها ماندم. همه انسان‌ها یک یار و یاوری دارن، ولی من تنها و تنها هستم و روزهایم را دارم بیهوده میگذرانم. روز که میشه آرزوی شب را دارم و شب که میشه میگم که کی روز میشه و از بیخوابیم خسته شدم. ایوب در نهایت افسردگی بود. دردی داشت که دوستانش آن را نمیفهمیدند. از آیه 5 فصل 7 ایوب سلامتی خود را اینطور تشریح میکند که بسیار رغبت انگیزه. آره دوستان عزیز، میگه جسدم از کرمها و پاره‌های خاک ملبس است و پوستم ترکیده و مقروح می شود. این آیه نشون میدهد که دملهای بدن ایوب نه فقط چرکین بود، چون ایوب با سفال آنها را پاک میکرد و در نتیجه پاره‌های خاک وارد دمل میشد، بلکه حتی کرم زده شده بود. پوست بدنش ترکیده بود، کرم زده بود و کرم در روی پوست ایوب در زخمهای بدنش زندگی میکرد. هیچ انسانی نمیتوانست به او نگاه کند و بی تفاوت بماند. درد ایوب دردی بود که هیچ کدام از ماها آن را نچشیده ایم و حتی نمیدونیم چقدر عمیق بود. با این حال او خدا را ترک نمی کند. از آیه 6 روحیه خود را اینطور تشریح می کند. می گوید روزهایم از ماکوی جولا تیز روتر است و بدون امید تمام می شود. یا روزها مثل عقاب داره میگذره، آن هم بدون امید. بیاد آور که زندگی من باد است و چشمانم دیگر نیکویی را نخواهد دید. به دوستاش میگه میدونم که میدونی که من به زودی میمیرم، مثل بادی که میاد و میره و چشمانم دیگر زندگی را نخواهد دید، نیکویی رو نمیبینه. ولی چشم کسی که مرا میبیند دیگر به من نخواهد نگریست و چشمانت برای من نگاه خواهد کرد و نخواهم بود. مثل ابری که پراکنده شود و نابود گردد، همچنین کسی که به گور فرود رود بر نمی آید. به خانه خود دیگر نخواهد آمد و مکانش باز او را نخواهد شناخت. در این آیات ایوب اطمینان کامل داشت که به خاطر مرضی که گرفته است روزهای عمرش به زودی به پایان میرسه. او مرگ را در برابر چشمان خود میدید. به یاراش میگه شما تظاهر به دوستی میکنید، چون وقتی به من نگاه میکنید دیگه چشم به چشم من نمیگذارید، روی خودتون رو برمیگردین، چون که اینقدر زشت شدم. دیگر طاقت دیدن حتی روی چرکین و زشت مرا ندارید. من آنقدر زشت شده و آنقدر مکروه شدم که هر کسی که یک بار هم به من نگاه کند دیگر هیچ وقت نمیخواد مرا ببینه. و در آیه 8 میگه ولی بدانید که روزی خواهد رسید که شما دنبال من خواهید بود ولی من نخواهم بود، یا من به زودی از این جهان میروم حتی قبل از اینکه شما تصورش را بکنید. مرگ نزدیکتر است به من تا آنکه شما تصورش کنید. و سپس خود را به ابرهای پراکنده تشبیه می کند که به زودی ناپدید می شوند. دوستان عزیز، باید بگویم که این روحیه ایوب بود، یعنی ناامیدی مطلق، بیهودگی و بی‌هدفی کامل. و به راستی در چنین حالتی او نمیتوانست هدف و امیدی داشته باشه. در آیه 10 میگوید حالا که من میمیرم و دیگر نام و نشانی از من باقی نخواهد شد، حالا که اینطوره هر چی در دل دارم به شما میگویم. و با بیان این جمله از دوستانش که به جای تسلی بر زخمهای او نمک میپاشیدند انتقاد میکند که قضاوت نادرستی در فکر خود در مورد ایوب دارند. به طوری که از آیه 11 میگوید حالا که من هم میمیرم و کسی مرا بیاد نخواهد داشت، پس من نیز دهان خود را نخواهم بست و از تنگیه روح خود سخن میرانم و از تلخی جانم شکایت خواهم کرد. آیا من دریا هستم یا نهنگم که بر من کشیکچی قرار میدهی؟ چون گفتم که تخت خوابم مرا تسلی خواهد داد و بسترم شکایت مرا رفع خواهد کرد، آنگاه مرا به خوابها ترسان گردانیدی و به رویاها مرا هراسان ساختی، به حدی که جانم خفه شدن را اختیار کرد و مرگ را بیشتر از این استخوان‌هایم. کاهیده میشوم و نمیخواهم تا به ابد زنده بمانم. مرا ترک کنید، زیرا روزهایم نفسی است. انسان چیست ای خدا که او را عزت بخشی و دل خود را به او مشغول سازی و هر بامداد از آدمی تفقد نمایی و هر لحظه او را بیازمایی. ببینید ایوب دارد به خداوند میگه خداوندا انسان چیست که او را عزت بخشیدی و دل خود را به او مشغول ساخته ای و هر بامداد از انسان تفقد میکنی. چه ارزشی داری که هر لحظه او را بیازمایی؟ تا به کی چشم خود را از من بر نمیگردانی؟ خداوندا
مرا واگذار تا آب دهان خود را فرو برم. من گناه کردم، اما با تو ای پاسبان بنی آدم چه کنم؟ برای چه مرا به جهت خود هدف ساخته ای ای خدا، بعدی که برای خود بار سنگین شدم؟ و چرا گناهم را نمی آمرزی و خطایایم را دور نمی سازی؟ زیرا که الان در خاک خواهم خوابید و مرا تفحص خواهی کرد و نخواهم بود. در این آیات ایوب رو به اون عزیزانی که او را متهم به گناه کردن میگوید به فرض که من هم گناه کردم، باشه قبول میکنم که خطاکارم، ولی چرا من که در گناه زندگی نمیکردم این همه بلاها باید به سرم بیاد؟ چرا من که در زندگیم فقط در پی خوبی و پاکی بودم باید این چنین گرفتار بشم؟ آدمای شریر آنقدر هستن که گناه من در نظر آنها هیچه. چرا باید خدا مرا به این شدت تنبیه کنه و عذاب بده؟ و میگوید که خدا مرا بیش از حد تنبیه کرده، زیاده از آنچه که من حقم بوده خدا به سر من بلا آورده است. و بعد میگه اگر بدیهای مرا در کفه ترازو بگذارانند و بعد درد و رنج و عذابی را که کشیدم در کفه دیگه بگذارند، آن وقت متوجه خواهید شد که چقدر ظالمانه با من رفتار شده است. و دوستان عزیز، امروز نیز خیلی از ماها همین حرف ایوب را میزنیم، ولی دوستان باید بپذیریم که ایوب بیش از حد تنبیه میشه، در حالی که ما اگر هم فرض کنیم از طرف خدا تنبیه میشویم حقمانه، چون من و شما مثل ایوب خدا ترس، عادل و پاک دل و راست نبودیم و مثل ایوب از گناه اجتناب نکردیم. من و شما مثل ایوب از گناه فرار نکردیم، بلکه فریفته لذت‌های جسم و جان خود شده و به سوی گناه هم رفته ایم. ایوب مرگ را در برابر خود میدید و برای آن روز شماری میکرد. چرا؟ چون شیطان با تیرهای ناامیدی و یأس زندگی او را خراب و نابود ساخته بود، کاری که امروز نیز انجام میدهد بدون که من و شما متوجه آن باشیم. دوستان عزیز، خیلی از شماها در نامه‌هاتون از سوز دل خود صحبت کردید و نشان به ما دادید که حقیقتاً زندگی براتون بی‌معنیه. ناامید هستید، هدفی در زندگی ندارید، از دردها و سختی‌های روزگار در عذاب هستید و ناله و شکایت می‌کنید و حیرانی که اگر حقیقتاً خدا محبته و به قول انجیل او پدر مهربان و با محبت میباشه، چرا اجازه میدهد به شما این همه بلا و بدبختی‌ها نصیبتون بشه؟ و بعد با عقل و منطق خودتون میگید که امکان ندارد خداوند به من توجه کنه و یا خداوند مرا دوست داشته باشه، چون اگه دوست داشته باشه این همه بلا به سر من نمیاره. ای عزیزان، تمنا این که زود در فکر و منطقتون خدا را مورد مؤاخذه قرار ندهید، خدا را محکوم نکنید، بلکه بگذارید که ترس خدا در قلبتون باقی بمانه، ترسی که احترام خدا را همیشه حفظ میکنه، که میگی خدایا من نمیدونم چرا این بلاها به سر من میاد، نمیدونم که ای خداوند چرا تو اجازه که من این همه بدبختی و زجر بکشم، ولی خداوندا من تو رو دوست دارم و میدونم که تو صلاح و خیر مرا میخوای و تو با من هستی. اگر قلبت پاک باشه دوست من، اگر ترس خدا در قلبت باشه، مطمئن باش خداوند از تو روی گردان نمیشه. یأس و ناامیدی اسلحه اهریمنی است که برای نابود کردن و دلسر ساختن ایمان ما بر علیه خداوند به کار برده میشه. پس به کلام خداوند همیشه ایمان داشته باشید و بدانید که خدا شما را برای هدف مخصوصی ساخته و برای خدا عزیز هستید. آنقدر عزیز هستید که کلام خدا میگه که عیسی مسیح رو فرستاد تا در راه شما که در گناه بودید فدیه بشه، تا به من و شما حیات ببخشه. دوست من، اگر شما امروز همانند ایوب میگویید که تیر خدا در قلب منه و یا کاش قصه من سنجیده شود، زیرا که الان از ریگ دریا سنگین‌تر است، از این سبب سخنان من بیهوده است، چون که تیرهای قادر مطلق در اندرون من است و روح من زهر آنها را می‌آشامد. علت اینه که دوست من تو هنوز خدا را آنطور که باید شاید نمیشناسی. من و شما متاسفانه فقط به وسیله عقل و حکمت خودمون سعی میکنیم خدا را بشناسیم، اطلاعاتی در مورد خدا داشته باشیم و به نتیجه برسیم. اجازه نمیدیم که روح ایمان در ما رشد کنه، اجازه نمیدیم که مافوق عقل تفکر کنیم. بله دوست من، خداوند با عطا کردن روح القدسش میتونه امروز من و شما را کمک کنه که بتونیم به وسیله روح خداوند و به وسیله داشتن بصیرت روحانی قادر بشیم که علتها را مافوق عقل خودمون درک کنیم، بدانیم که چرا این وقایع به وقوع میپیوندد و در نقشه خدا چه رازی است. آن کس که با خداوند باشه،
آن کس که در ایمان با خدا زندگی کنه قادر است به هدفهای مقدس خدا پی ببرد. و دوستان، اگر هنوز شما در زندگی ناامید هستید، هنوز مقصود خدا را از وجودتون نمیدونید، هنوز علت زندگی رو درک نکرده اید و هنوز هدفی در زندگی ندارید، علت این نیست که خدا برای شما هدفی نداره، یا این نیست که خدا شما را بدون مقصودی خلق کرده. خیر دوست من، خداوند همه ما را میشناسه به اسم، به همه ما توجه دارد و همه ما را برای مقصود و هدف خاص خلق کرده. ولی شرطش اینه که من و شما با ایمان آماده باشیم که آن را بپذیریم و پیدا کنیم. علت اینه که هنوز اگر در ناامیدی هستید، در اراده خدا قرار نگرفتید. چون کسی که در اراده خداوند باشد، ناامیدی و یأس و نگرانی از زندگیش دور میشه، چون میداند آن کسی که او را هدایت میکند، آن کسی که او را زندگی بخشیده است، تا به آخر او را نگاه می‌دارد. دوست من، عیسی مسیح امروز از ما دعوت می‌کند که بیاییم و در اراده خداوند زندگی کنیم تا هدف و مقصود عالی زندگی را بیابیم. دعوت مسیح را بپذیرید و آن را قبول کنید، زیرا فقط به وسیله عیسی مسیح است که می‌توانیم طریق حق را یافته و هدف و مقصود زندگی را بیابیم. فراموش نکنید که او فرمود من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.